اوردینالز و بیت کوین رونز هایپ بعدی بازار رمزارزها. این جعفر رفته بیت کوین خریده. جعفر کار خاصی با بیت کویناش نمیتونه انجام بده، پس اونا رو گذاشته تو گنجه، درشون هم قفل کرده تا قیمتش بره بالا و جعفر سود کنه. این کلثوم رفته به جای بیت کوین اتریوم خریده. کلثوم هم از بالا رفتن قیمت اتریوم سود میکنه، هم میتونه این اتریومش رو ببره تو پلتفرم‌های مختلف استیک بکنه و یک سودی رو داشته باشه، و هم میتونه با خرید فروش NFT و کلی راه مختلف دیگه از شبکه اتریوم و خود رمزارز اتریوم درآمد داشته باشه، یا همون نان فانجیبل توکن. جعفر ناراحته، میگه چرا من نمیتونم از بیت کوینم درآمدهای مختلف داشته باشم. اینجا تئوری اوردینالز مطرح شد و گفت جعفر آقا، شما رو تک تک ساتوشی هایی که مالکش هستی میتونی بیای هر چیزی که دلت میخواد و در اصطلاح اینسکریپشن یا حکاکی بکنی. برای همینم هست که اسمش رو گذاشتن NFT بیت کوین، چون ما به وسیله اوردینالز میایم نان فانجیبل توکن رو بلاک چین بیت کوین تعریف میکنیم. نکته بعدی بیت کوین رونز چی میگه؟ پروتکل رونز اومد تمرکزش رو گذاشت روی فانجیبل توکن ها، این که ما بیایم بتونیم روی بلاک چین بیت کوین میم کوین های مختلف تعریف بکنیم، توکن های مختلف تعریف بکنیم. پروژه هایی که دارن از این دو تا پروتکل استفاده میکنن احتمالش هست که تو بازار هایپ بشن، سودای خیلی خفنی بدن. با من همراه باش تا بهتریناشو بهت معرفی کنم. پس یادت باشه